سلام به شما. امروز قراره با هم یک تحول عمیق معنوی رو بررسی کنیم که از دل آموزه‌های مولانا بیرون اومده. اینکه چطور میتونیم از یک زندگی پر از رنج به سمت یک آرامش واقعی حرکت کنیم. تا حالا شده احساس کنید انگار دارید روی یه تردمیل میدوید، کلی تلاش میکنید ولی آخرش میبینید همون جایید و فقط خسته شدید؟ امروز میخوایم با الهام از یه نگاه عمیق بریم سراغ منبع اصلی این مشکلات و بفهمیم که بزرگترین دشمن ما خیلی نزدیکتر از چیزی که فکرش رو میکنیم. خب بیایید با این سوال کلیدی از مولانا شروع کنیم. این شعر انگار یه آینه جلوی ما گرفته و میپرسه تو کدوم یکی از این دوتا حالی؟ یا داری دنبال یه چیزی میگردی و پیداش نمی‌کنی، یا پیداش کردی و داری ازش لذت میبری. این سوال نقطه شروع سفر امروزمون به اعماق وجود خودمونه. بسیار خب، بریم سراغ بخش اول. میخوایم با شخصیت منفی داستان درونی خودمون آشنا بشیم. یه چیزی به اسم من ذهنی. این همون چیزیه که خیلی از بزرگان میگن ریشه تمام مشکلات ماست. ببینید، این من ذهنی فقط یه اصطلاح قلم به سلمبه روانشناسی نیست. نه، این دقیقاً ریشه اون دردای عمیق ماست. همون اضطراب همیشگی برای آینده، همون حسادت‌ها توی روابط، همون احساس پوچی با وجود اینکه شاید همه چیز هم داشته باشیم. این من در واقع یه هویت تقلیبیه که ما اشتباهی فکر می‌کنیم خود واقعیمون هستیم. این جمله رو دوباره بخونید. یه خرابکار، یه جاسوس که توی وجود خود شما زندگی می‌کنه و خودش رو جای شما جا زده. از توجه و انرژی شما تغذیه می‌کنه و برای اینکه زنده بمونه شما رو عمدن توی چرخه رنج و مشکل نگه می‌داره. وحشتناکه نه؟ خب، بخش دوم. حالا که این دشمن رو شناختیم، باید ببینیم استراتژیش چیه. چطور بازی میکنه که ما رو تو دام خودش نگه میداره. شناختن این بازی اولین قدم برای رها شدنه. این چرخه واقعا هوشمندانه و البته خطرناکه. ببینید چطور کار میکنه. اول یه مشکل الکی میسازه، مثلا یه سوء تفاهم خیلی کوچیک با یه دوست. بعد شما رو توی رنج و عذاب اون مشکل غرق میکنه. خشم، ناراحتی، حس طرد شدن. حالا که حسابی ضعیف شدید، میاد یه راه حل هم جلوی پاتون میذاره. جوابشو بده، کات کن باهاش. و وقتی شما به اون راه حل عمل میکنید، بوم، اون قوی‌تر میشه و کنترلش روی شما بیشتر میشه. خب، تا اینجا از مشکل گفتیم. حالا بریم سراغ راه حل. یه راه کاملا متفاوت برای زندگی کردن. باید فرق بین خواستن من ذهنی و طلب واقعی روح رو بفهمیم. ببینید، خواستن بازی من ذهنیه. همیشه نگرانه، همیشه توی آینده سیر میکنه و تهش هم به استرس میرسه. اما طلب کردن یه سفر درونیه، مال روحه، در همین لحظه اتفاق میفته و نتیجهش آرامش و یک شادی عمیقه که هیچ دلیل بیرونی نداره. این تشبیه مولانا فوق‌العاده است. خیلی ساده و عمیق. میگه مگه یه آهوی عاقل پیدا میشه که از یه شیر بخواد بیاد بخورتش؟ معلومه که نه. ولی ما وقتی دنبال خواسته های اون من ذهنی میریم، دقیقاً داریم همین کارو میکنیم. داریم با دستای خودمون نابودی رو به زندگیمون دعوت میکنیم. مولانا با این تشبیه تکان دهنده عمق فاجعه رو نشونمون میده. میگه دنبال خواسته های من ذهنی رفتن مثل اینه که یه آهو از خدا شیر طلب کنه. یعنی ما داریم آگاهانه نابودی خودمون رو درخواست میکنیم. بسیار خوب. بخش چهارم، مسیر رهایی. حالا میخوایم ببینیم چطور باید عمل کنیم. چطور میتونیم قدرت این دشمن درونی رو خنثی کنیم و از دستش خلاص شیم. خب، طی این مسیر به کجا میرسه؟ به مملکت عشق. این یه جای فیزیکی نیست که بخوایم با هواپیما بهش برسیم ما. نه، یه حالته، یه فضای درونه که باید کشفش کنیم. گنجی که همین الان هم اونجاست، فقط روش گرد و خاک گرفته. و این یه نکته فوق‌العاده مهمه. این سفر مسیر فکر و خیال و حرف زدن و کتاب خوندن نیست. یه مسیر کاملا عملیه. باید آستین بارا زد. با دونستن خالی هیچ اتفاقی نمیفته. باید هر روز و هر لحظه انجام داد. و راه حل مولانا اینجاست. به ما میگه دست از جنگیدن با زندگی بردارید، به جاش اون چیزی رو طلب کنید که اسمش رو میذاره مملکت عشق. پس نکته کلیدی همینه. ما قرار نیست چیزی رو از بیرون به دست بیاریم. تمام تلاش ما برای کشف کردن اون گنج بی‌نهایتیه که از همون اول درون خودمون وجود داشته. خب، اینم 7 ابزار عملی ما برای این سفر. اینا کارایی هستن که اون من ذهنی رو ضعیف میکنن. تسلیم یعنی نجنگیدن با چیزی که همین الان هست. صبر یعنی اعتماد کردن به روند زندگی. شکرگزاری یعنی دیدن داشتهات به جای نداریهات. حضور یعنی ول کردن گذشته و آینده و بودن تو همین لحظه. نظاره‌گری یعنی فقط افکارت رو ببینی و درگیرشون نشی. سکوت تا صدای اصلی روحت رو بشنوی. و پرهیز از هر چی که اون من دروغی رو قوی تر میکنه. هر کدوم از اینا یه تمرین روزمره است. ببینید، این نکته خیلی مهمه. شما میتونید سالهای سال دعا کنید،
اما اگه اون من ذهنی باشه که داره دعا میکنه، خود اون دعا هم میشه یه تله دیگه. تحول واقعی با حرف اتفاق نمیفته، با این تمرین‌های عملی و درونی شده اتفاق میفته. خیلی خوب، پاداش این کار درونی سخت و دشوار چیه؟ پاداشش چیزی کمتر از این نیست که واقعاً زنده بشیم. تا وقتی این سفر رو شروع نکنیم، انگار که واقعاً زنده نیستیم. این مسیر باعث میشه ما برای اولین بار طعم زندگی واقعی رو بچشیم. این جمله واقعا تکون دهنده است. میگه تا وقتی اسیر اون من ذهنی هستیم، انگار مرده ایم. بله، نفس میکشیم، کار میکنیم، شاید حتی موفق هم به نظر بیاییم، ولی واقعا زنده نیستیم. این مسیر تازه ما رو برای اولین بار زنده میکنه. یه تولد دوباره است. و نتیجهش میشه این: یه زندگی که توش دیگه برای آرامش و سلامتی و فراوانی نمی‌جنگی. چون وقتی دست از جنگیدن با جریان زندگی برمی‌داری، همه چیز خودش به سمت سرازیر میشه. این قانونشه. و وقتی این اتصال درونی برقرار میشه، نتایجش توی زندگی بیرونی ما هم خودش رو نشون میده. فراوانی میاد، بیماری‌ها شفا پیدا میکنن و مشکلاتی که سالها باهاشون درگیر بودیم به شکلی بی‌دردسر حل میشن. در واقع ما خودمون تبدیل به کانالی برای برکت در دنیا میشیم. این جمله از بایزید بسطامی به زیباترین شکل ممکن اون حالت نهایی رو توصیف میکنه. آن خواهم که هیچ نخواهم. یعنی به نقطه‌ای میرسیم که تمام خواسته های کوچک و بی اهمیت من ذهنی محو میشن و ما میفهمیم که هیچ وقت هیچ کمبودی نداشتیم. و در نهایت به این سوال اساسی میرسیم. سوالی که شاید کل مسیر زندگی ما رو تغییر بده. ما همیشه داریم دنبال گنج‌ها بیرون از خودمون میگردیم. اما اگه بزرگترین گنج تمام عالم از اول درون خود ما بوده باشه، چی؟ اینجاست که جستجوی بیرونی متوقف میشه و سفر واقعی به درون آغاز میشه.